درچونا ایکم جماره روزنامه کردستان به سرپرشتی میر روزنامه‌گری کردی مقداد مدحت بدرخان همو سالا که 22 نیسان زیادتر به پیام و بیان نامن پیروزباهی و هلبیستن پشتوانی و هلسنگاندن ارینی و بها پیروز دهت ساخت کردن. ده 119 سال روزنامه‌گری کردی دا سندیکا روزنامه نویسان کردستان بیان نامک بلاف کرد. ده بیان نامه خود سندیکای جخت لسر پاراستن آزادی کار روزنامه‌وانی کریه و آماجی کریه که سر رای هبونا که مکاسی و آستانگو گریو گرفت دوی بیاویدا د زور و آسنه لیدیسا پیش دچونه کا گرنگ بخو و گرتیو دست کفتن جهجی تومار کرینه. سندیکای دو پارتی لسر رول خو کریه بروانی دا جماف روزنامه‌وان و ستایش گیان وان روزنامه‌وانا کریه یند ارک خدا د شر دجی دولت اسلامی دا گیان خو قربانی پیام راست و آزاد کری. هر واسه حکومت هرم کردستان جی اف هلکفته به پیام که پیروز راگرتی و دای خویا کرن که روزنامه‌گری کردی گهشتی آست میدیا جهانی و زور جران بویا جدر سرکی پیدانا زانیاری لسر آست راگهاندنا جهانه. اول سر آست فرمی و لسر لاپارن پیام و بیان نامه د میدان کار روزنامه‌وانی دا روش با آوای که دیده تا خواندن. بو نمونه سر رای پیشلکاریان لهمبر روزنامه‌وان د هرم کردستان دا دهنه کرن ج ترور و لیدان و گرتن و ریگریه سندیکای د بیان نامه خدا هیچ آماجک نکریه وان پیشلکاریا زده باری ویجی هتانو که انجام درن ترور کرنا چندین روزنامه‌وان نهاتین آشکارا کرن. یاسا جماره 11 یا تایبت به مافب دز و اینانا زانیاریان اواجلای پارلمانی ول سال 2013 هات پسند کرن لپرانیا باجر و دور مایا د خانن ارشیفی دو کار جلای د مدزگین حکومی و پناه تکرن. قیران دارای حرم وگرتی بو صدما دای خستنا بدهان دزگهن راگهاندن و روزنامه‌وان لوان دزگه کار دکر بیکارمان گری بستن دناف برا دزگهن میدیا و روزنامه‌وان دادهن امر کرن به شیوه که نداد پرورانه تن د قازانجا دزگه دانو جتر ساج دزدان دلیوه کاری و جنچاری روزنامه‌وان به هر مرجع که کار کرنه راضی دبیتنو هیچ سندیکا و دزگه کولایانک خلوان پرسانا کنه خدانو مافن روزنامه‌وان به پارزن. لورا لهمی سالا و دبیرواری روزنامه‌گری کردی دا دو جوره هستن هفدش بو روزنامه‌وان کرد درست دبن هسته که شانازیه به ویکار پیروز و پری در دستری تمام دمدا جبرکو پنگاون فرهاوتینه و سرارای آستانگا روزنامه‌وان ملکچی نکریو لدوزا خو خودی در کتینه حتی گهاندی آست ابرو روزنامه‌گری کردی گشتیه هسته دوم حسرتک او جبر نبون سقای آزاد و نپراکتیز کردن روزنامه‌وانی کردستان وکو د سرات چواره و بکار اینانا و پیشه جلای حزب سیاسی و وکو آراوک برهنگاری لایان هورکن خو هر چاوا بیت دمیه هاتی پیام میدیا کردی بو همو کردا بیتن نتنه بو یک پارچه کردستان بیت نکتنه دم هاتیه بلکو زور درنگجی پیوست روزنامه‌وان حزب آزادی کار خوب کتنو ارکی خوب کو د سرات چواره پیراو بکت.